الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي نود نهم از آموزش كلمة التوحيد، كلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، عروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی برحق بجز الله و محمد بنده و رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم. شاید این حلقه آخرین حلقه باشد و حلقه آینده حلقه خاتموی و خلاصه تمام گذشته ها ان شاء الله خواهد بود. پس در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به کفر اعراض دارد و کفر امتناع و این چنین کمی سخن در مسئله کفر ایبا و استکبار و امتناع خواهد رفت. در حقیقت کفر اعراض و اعراض نمودن شریعت عاقبت های بد خود را دارد. ابن القیم الجوزی در کتاب الصواعق میگویند: وصف الله المعرضين عن الوحي بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمي والريب. الله سبحانه و تعالی معرضین را، ترک کنندگان عمل، ترک کنندگان طاعت الله و عبادتش و ترک کنندگان انقیاد را که از وحی ترک کرده اند و اعراض کرده اند، آنها را وصف کرده است به جهل، جاهل نامیده است، و به گمراهی آنها را وصف کرده است، به حیرت و شک و نابینایی و شبهه آنها را وصف نموده است. و میگوید: و ان منشأ ضلالهم الاعراض عما جاء به الرسول و معارضته بما يناقضه. سرشوی و پیدایش گمراهی این انسان ها این اعراض نمودن از آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده اند. شنقیطی صاحب کتاب الاضواء البیان، محمد امین شنقیطی ذکر میکنند و میگویند از عاقبت اعراض و میگویند که فمن نتائجه السیئه، و یکی از نتیجه های بدی اعراض این است که ان صاحبه اعظم الناس ظلما. کسی که اعراض کرده است همون انسان بزرگترین انسان است که ظلم را انجام میدهد. یعنی بزرگترین ظلم را انجام دهنده همون انسان است که اعراض میکند. سبحان الله. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، در یگان مسائل اعراض به شریعت نکنید. و اینجا یک سوال شاید بیاد که اعراض و اعتراض، کلمه اعراض هست و کلمه اعتراض از همدیگر آیا فرق دارند؟ بله، اعتراض و اعراض این دو کلمه از همدیگر فرق دارد. عرب ها میگن كلما استزاد الحرف، هر وقتی که به کلمه حرف زیاد می شود یزید المعنى، معنا زیاد می شود. كلما يزيد الحرف يزيد المعنى. پس اعتراض حرفش از کلمه اعراض زیاد است. پس برای همین علما میگن اعتراض اعراض است و از اعراض هم زیادت است. پس اعتراض از اعراض معناش زیادتر است. بارک الله فیکم. پس این چونین تعلیم نگرفتن، اهمیت ندادن به آموختن، این هم از اعراض است. از اعراض کردن دین این ترک طلب علم است که البته همه نمود علم نیست. علم شریعت همه علم شریعت هم نیست، بلکه همون علم هایی که تعلق به توحید دارد، تعلق به عبادت دارد،
تعلق به مسائل دارد به مانند اصول دین که هیچ کسی عذر ندارد و جهل هم انسان را نجات نمیدهد. جهل در این مسائل عذر نیست و برای یگان نفر مسلمان جایز نیست که در این مسائل جاهل باشند، بی علم باشند. به مسائل توحید، مسائل عبادت به مانند یکتاپرستی الله که توحید بود، بعد از این چگونه پرستیدن الله از نماز و از امور واجبات. بارک الله فیکم. چرا که مسئله توحید به مانند قسمهای توحید، اصول دین آموختنش فرض عین است. به مانند کلمه لا اله الا الله، فهمیدن رکنهایش، آموختن شرطهایش، این البته فرض عین است. ترک نمودن آموختن این مسائل در حقیقت اعراض است و از همه مهم این عمل است. بعد از علم این عمل است. پس بارک الله فیکم، عمل نمودن به همون علمی که شما آموختید، گوش کردید و فهمیدید، همین انقیاد است، همین طاعت کردن الله سبحانه و تعالی است. بارک الله فیکم. پس ما و شما نباید از جمله مغضوب علیهم ولا الضالین نباشیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که در سوره فاتحه ام الکتاب آمده است، اینها یهود و نصارا. یهود دانستند، فهمیدند، علم داشتند، اما عمل نکردند که جایز نیست. وقتی که دانستید باید عمل کنید. و نصارا باشد ندانستند، عمل هم نکردند و برای دانستن کوشش هم نکردند که هر دوش هم اعراض است. پس شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب دهمین شکننده اسلام را میگویند تعلیم نگرفتن، الاعراض و التولی، روی گردانیدن، اعراض کردن. لا تعلموا ولا يعملوا به، تعلیم نگرفتن شریعت، شریعت را تعلیم هم نمیگیرد، نمیآموزد، عمل هم نمی کند. انا من اعراض است. بارک الله فیکم. پس بدانید که همه مشرک هایی که این زمان وجود دارند، همه اشان از سبب اعراض به همین شرکشان واقع شدند. یا که همه مشرکانی که این زمان وجود دارند به کفر اعراض واقع شده اند و داخل شده اند و آمیخته شده اند. چرا که شرک این ندانستن توحید است و ترک توحید است. ترک توحید این اعراض است. تمام عباد القبور و همه حاکم هایی که بغیر حکم الله و رسولش حکم میکند، بغیر ما انزل الله، و همه کسانی که موالات بر کفار میکنند، دوستی کافرها میکنند، نصرت کافرها میکنند، همه اشان به کفر اعراض واقع شده اند، کافرند، مشرکند و در این مسئله عذر ندارند. جهل برای اونها عذر نیست، کافرند. چرا که حجت برای اونها قائم شده است. بعضی از همین نمود انسان ها دیده و دانسته ضد شریعت عمل میکنند، دشمنی به شریعت دارند و کسانی از اونها آشکارند اعراض و استعراض یا که اعراض و اعتراض به شریعت کردند. اعراض از تعلیم گرفتن دین، تعلیم گرفتن توحید کردند. از توحید خوششان نمی آید و اونها حتی نمی گذارند که موحدین حقیقت را بیان بکنند. موحدین را به قتل می رسانند، نابود می کنند، حبس می کنند و مردم را از توحید می دارند. همه این اعراض است و این کفر اعراض است. بارک الله فیکم. پس مشرک در شرکش عذر ندارد.
در این دنیا عذری ندارد، در مسئله حکم عذری ندارد، از ناحیه تکفیر و احکام دنیا عذری ندارد. بارک الله فیکم. علما بعضی از صنف های معرضین را، اعراض کننده ها را ذکر کردند که اول شیوعیون هست. شیوعیون این کمونیست ها، کسایی که به یگان اله قائل نیستند. اصلی اونها را وقتی که میبینید اینها همهشون از معبود اعراض کرده اند، روی گردانیده اند، ترک کرده اند. لیبرالیون، علمانیون. لیبرالی و علمانی از هم دیگر همین فرق دارد که لیبرالی میگوید که دموکراسی همه در اختیار دین آزاد است، در اختیار عبادت آزاد است. علمانی همین است که میگوید شریعت در دنیا عملا اجرا کردنش ضرور نیست. و این چنین صنف چهارم قانونی ها که اینها رو به عربی قانونیون گفته می شود. قانونیون اونهایی که اعراض از شریعت کرده اند و خودشان یک تنظیم برای زندگی می سازند، یا حاکم هایی که بغیر ما انزل الله حکم می کنند، و آن حکم هایی که شریعت منع کرده است و از عمل نمودن از حکم الله و رسولش دست میکشند و امتناع میکنند. و کسانی که تحاکم به طاغوت میکنند، برای حل و مسائل خود را حل کردن به نزد طاغوت ها میروند، محاکمه میکنند به قانون های وضعی، در حالتی که اکراه نیستند، من غیر اکراه. خودشان به اختیار خودشان میروند، میخواهند که به حکم غیر الله مسائلشان حل شود. آنانی که دوستی به کفار میکنند، نصرتشان میتیند بر ضد مسلمان ها، یا که مرجعه هایی که مردم را دعوت به ترک تعلیم گرفتن توحید میکنند، یا که دعوت به مشرک نخواندن مشرکین و مرتد ندانستن مرتدین میکنند. و اینچنین مرجعه هایی که منکری کفر اعراض هستند، یا متکلم هایی که اهل کلام و فلسفه که عقل را از نقل از قرآن و سنت پیش میگیرند، همه اینها به اعراض واقع شدن. این بعضی از صنف های معرضین است. بارک الله فیکم. پس کدام وقت اعراض از انسان نابود می شود؟ انسان چی باید بکند که اعراض از اون نابود بشود؟ اعراض همان وقت از انسان نابود می شود که انسان انقیاد به شریعت بکند. انقیاد یعنی عمل به شریعت نماید، طاعت الله را بجا بیارد، طاعت رسولش را بجا بیارد، دین را آشکار بکند و تمام امرهای الله و فرضهای الله کرده را بجا بیاورد. گرچنده که بعضی از کمبودی ها را دارد، تمام انسان کمبودی دارد، اما اصل انقیاد در انسان وجود داشته باشد، آشکار بکند و عمل نماید، در همین حالت کفر اعراض از انسان نابود می شود. بارک الله فیکم. از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که از ما کفر اعراض را نابود بکند و ما را از کفر اعراض و از کفر ترک دور بگرداند و پاک سازد. و این چونین بعد از این که بیان کردیم ضد انقیاد این کفر اعراض است، یا که کفر اعتراض، یا که کفر رد، یا که کفر ترک، اعراض و ترک. این چونین ضد انقیاد کفر امتناع و کفر استکبار و کفر ابا وجود دارد. بارک الله فیکم. ما کفر اعراض و کفر امتناع را به شما بیان نمودیم که کفر اعراض این تعلیم نگرفتن،
عمل نکردن، ترک طاعت الله و عبادتش، امرهای الله و فرضهای الله را به جا آوردن است. این کفر اعراض است. کفر امتناع آشکار ترک کردن شریعت الله است. و این چون کفر استکبار است، کفری که از سبب کبر به وجود آمده است. کفر ایبا، کفری که از سبب سرکشی به وجود آمده است. و همه این کفرها نیز مقابل و ضد انقیاد است. وقتی که این نمود کفرها آمد، انقیاد نابود می شد. وقتی که انقیاد نابود شد، شرط صحت هفتم لا اله الا الله نابود شد، انسان اسلامش صحیح و درست نمی گردد و کافر می گردد. بارک الله فیکم. پس راغب می گوید که کفر الکبری هو التعاظم و الترافع عن الحق. کفر کبر همان کفر است. یعنی این میگن تعاظم، بزرگ شماریدن و بلندی کردن از حق است. یعنی به حق سر فرود نآوردن، از سبب کبر از حق روی گردانیدن. بارک الله فیکم. اما دانید که کبر این صفت الله است. کبریا این صفت الله است. متکبر این تنها الله است. به من شما تکبر کردن حرام است. چخیلی که در روایت صحیح آمده است، امام مسلم روایت میکنند در کتاب صحیحشان که الله سبحانه و تعالی میگوید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که الله سبحانه و تعالی میگوید، یعنی حدیثی قدسی است که الله میگوید الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما ادخلته النار. کبریا، تکبر کردن، این ردای من است. اگر ردا را به معنای لغویش نگریم، جامعه من است. عظمت این ازار من است، بزرگی این ازار من است. هر کسی که در همین دو صفت به من منازعه کرد، یعنی خودش را مانند کرد و به همین دو صفت چنگ زد، کبریا و بزرگشماری، کبر و تکبر و عظمت، داند که میگه الله من این انسان را داخل به دوزخ میکنم. روایت مسلم است. بارک الله فیکم. پس اینجا میموند کفر ایبا. راغب در مفردات میگه که الایباء شدت الامتناع. ایبا، سرکشی، این از همه سختترین امتناع است. تمام ایبا امتناع هست میگه، اما تمام امتناع ایبا نیست. بارک الله فیکم. پس همه این کفرها ضد انقیاد است. کفر ترک، کفر امتناع، کفر ایبا، کفر اعراض، کفر استکبار، کفر رفض و سرکشی، کفر استنکاف، کفر تولی، همه اش به معنای به همدیگر نزدیک می آید، معنای متقارب دارد. و معنای همه این کفرها همین است که حاصلش همین است که ترک نمودن عمل، ترک نمودن طاعت الله و رسولش و ملتزم نشودن به شریعت الله. سبحان الله. پس همه این کفرها ضد انقیاد است و نابود کننده انقیاد است. پس برادرم و خواهری موحدم، کوشش نما تا این همه رکن و شرط های لا اله الا الله را بجا بیاوری و این کفرهایی که مقابل شرط لا اله الا الله هست از خودت دور بکنی. بدانی که این کفر است، دور بکنی. تعلیم بگیر، عمل نما و به دیگران برسان و آموختن دین را شروع بکن. چرا که نه آموختن دین، تعلیم نگرفتن دین، به اهمیت شدن به دین، عمل نکردن به دین، این اعراض است و یکی از شکننده های دهم اسلام است. بارک الله فیکم. پس قسمی از مردم
عمل را ترک می کنند به سبب دشمنی، به سبب کبر، به سبب قبول نکردن و راضی نشدن، به سبب سر فرود نآوردن، که همه اینها کفر ایبا و استکبار است. و قسمی از مردم ترک می کنند عمل را فقط از سبب رویگردانی، روی می گردان از طاعت رسول صلی الله علیه وسلم، به سبب تنبلی، به سبب بی اهمیتی، به سبب رغبت نداشتن، به سبب همت نداشتن. می دانند به رسول الله دشمنی ندارند، نسبت رسول الله کبر ندارند، هر چیزی که رسول الله آورده است قبول می کنند، سر فرود می آورند، اما عمل نمی کنند. به سبب این که میگند فردا، پس فردا، روزی دیگر تا اینکه مرگشان نزدیک میآید و میمیرند. همه اش از سبب چی؟ بی اهمیتی، تنبلی، از سبب بی رغبتی و بی همتی، که این کفر امتناع و تولی است. بارک الله فیکم. و این در نزد اهل سنت و الجماعت کفر است، اما در نزد مرجئه ها این گناه است. یعنی به سبب تنبلی، بی اهمیتی، رغبت نداشتن و همت نداشتن، عمل نکردن به شریعت، طاعت رسول صلی الله علیه وسلم را به جا آوردن، در نزد اهل سنت و الجماعت این کفر امتناع و کفر تولی است، اما در نزد مرجع این گناه است. و این مسئله در نزد اهل سنت نامگذاری شده است ترک جنس عمل، ترک نمودن کامل عمل، یا که امتناع از شریعت، که این داخل می شود به عموم کفر ایبا و استکبار. پس هر کسی که این رکن و شرط های لا اله الا الله را آموخت و این حلقه ها را گوش کرد، من باوری دارم که از بسیار مسائل توحید با خبر می شود، مستقیم و کوشش کننده در آموزش دین خود خواهد شد و از بسیار نمودی گناه، کفر و شرک خود را نگه می دارد. پس بارک الله فیکم. این بود آخرین حلقه که تعلق به مسائل کلمت التوحید داشت، که امروز شرط هفتم لا اله الا الله ضدش هم به پایان رسید. ما گفتیم اولین شرط علم است که ضدش جهل است، دومین شرط یقین است که ضدش شک و شبهه است، سومین شرط صدق است که ضدش کذب و نفاق است، چهارمین شرط این اخلاص است که ضدش شرک است، پنجمین شرط این محبت است که ضدش بغض و کره و عداوت است، ششمین شرط قبول است که ضدش رد است، هفتمین شرط الانقیاد است که ضدش اعراض، ترک، امتناع، تولی، استکبار و ایبا و امتناع، که با همین همه مسائلی که تعلق به کلمت التوحید داشت به پایان رسید. و باذن الله حلقه آینده را حلقه خاتموی میکنیم و مختصرا این حلقه ها و فایده اش را به شما و اهمیت گوش کردن و فهمیدن این حلقه را به شما بیان خواهیم کرد. الله به همه شما و به بنده توفیق عمل کردن به این